این داستان برگرفته از کتاب فراری اثر هارلن گوگنه. این کتاب 4 سال پیش جایزه بهترین رمان معمایی رو برنده شده. اینقدر خوب صحنه‌ها رو توصیف میکنه که هر لحظه داریم توی کتاب پیچ تنها بچه ما نبود، اما سرکشترین بچه‌مون بود. از وقتی بچه بود از تمام خطاهاش چشم‌پوشی میکردیم. پیچ همیشه فکر میکرد هر کاری میتونه انجام بده و کسی نیست که جلوشو بگیره. تا وقتی فهمیدیم که با ارن دوست شده. ارن یک پسر خلافکار و مواد فروش بود. حتی شاید خودش هم معتاد بود، ولی پیچ اصلا این حرفا سرش نمیشد. هر چقدر سعی میکردیم بیشتر از این پسر دورش کنم، اون بیشتر باهاش صمیمی میشد. تا اینکه یک روز از خونه فرار کرد. همه جا رو دنبالش گشتیم ولی پیداش نمیکردیم. 6 ماه بعد توی سنترال پارک دیدمش. ولی این دختر من بود. این بدن لاغر و نعشه‌ای که برای پول کف زمین نشسته بود و گیتار میزد پیج من بود. باورم نمیشد این دختر معتاد پیج من باشه، ولی بود. واقعا دختر من بود. صداش کردم، اما تا چشمش به من خورد شروع کرد دویدن. دنبالش دویدم، میخواستم به زندگی برش گردونم، ولی از دست من فرار میکرد. تا به پیچ رسیدم، یک پسر گنده بینمون ظاهر شد. این همون ارن بود، ارن خلافکار، دوست پسر پیچ. باهاش درگیر شدم. دلم میخواست تو لحظه اول بکشمش. اون دختر من رو بدبخت کرده بود و واقعا سزاوار مرگ بود. شروع کردم کتکش زدن، ولی پلیس ها من رو به جرم کتک زدن یک بیخانمان دستگیر کردن. پیچ دوباره از من فرار کرد و منم با درگیر شدن با اون پسره احمق خودم رو توی دردسر انداختم. دنبال دادگاه و کارهای حقوقیم بودم که پلیس ها بهم گفتن ارن کشته شده. البته من نکشته بودمش. من فقط چند تا مشت توی صورتش زدم، ولی الان جنازه تیکه تیکه شدهش رو از تو خونش پیدا کردم. پلیس ها فقط یک مظنون داشتن، اونم پیچ من بود. میگفتن پیچ بعد از کشته شدن ارن دوباره فرار کرده و همین فرار کردن اما پیچ